یه پسره بهم پیام داد، گفتش آرکان داداش چند سال پیش من تو مجازی با یه دختری آشنا شدم. مدت زیادی بود با هم چت میکردیم، به خاطر همین منم بدجوری عاشقش شده بودم. چند سال بعد بهم گفت عزیزم میخوام یه حقیقتی رو بهت بگم و میدونم بعد اون تو دیگه واسه همیشه ترکم میکنی. گفتم من خیلی دوستت دارم، خودت که میدونی، به خاطر همین هیچ وقت ترکت نمیکنم. بگو بهم داستان چیه؟ دختره گفت راستش من فلجم. دوست داشتم خیلی زودتر بهت بگم ولی نمیشد. پسره میگه همه پیاما رو خوندم ولی دیگه جوابشو ندادم. بعد یه هفته بهش پیام دادم، گفتم من کل فکرامو کردم، میخوام بیام خواستگاری تو با هم ازدواج کنیم. دختره خیلی خوشحال شده بود. رفتم خواستگاریش، ازدواج کردیم. بعد چند سال هرچی که داشتیم و نداشتیم و خرجش کردیم تا تونست بالاخره راه بره. البته خیلی هم شانس آوردیم. همه